سلام دوستان، بیاید با هم دیگه بریم این غذای خیلی خوشمزه با ظاهر خیلی شیک و راحت رو با هم دیگه یاد بگیریم. آرد داخل ظرف عمیقی بریز، خمیر مایه و شکر رو اضافه کن، سفیده تخم مرغ و نمک رو هم اضافه کن، روغن رو بریز، شیر رو کم کم اضافه کن تا خمیر جمع بشه. ورز بده، خمیر نرمی درست کن، روش رو بپوشون و اجازه بده تا عمل بیاد و حجمش 2 برابر بشه. پیاز و فلفلای ریز خورد شده، هویج رنده شده در داخل تابه بریز، تفت بده، نمک و ادویه رو بهش اضافه کن، سیر له شده، سس سویا رو اضافه کن، تفت بده، جعفری هم بهش اضافه کن، مخلوط کن، تن ماهی رو اضافه کن. به جای تن ماهی میتونید از گوشت مرغ و یا گوشت قرمز استفاده کنید. خمیر عمل مدار کمی ورز بده تا هوای اضافیش گرفته بشه. خمیرت رو 2 قسمت کن. روی سطح آرد پاشی شده با وردن خمیر رو به شکل مستطیل باز کن. به شکل مستطیل کوچیک‌تر برش بزن. یک سمت خمیر شیارهای ایجاد کن، سمت دیگه خمیرت از مواد میانیت بریز. خمیر رو تا کن، داخل سینی کاغذ روغنی انداخته شده بچین، روش رو بپوشون و 10 دقیقه بهش استراحت بده. روی زرده تخم مرغ بمال، کنجد سیاه دونه بپاش و در فر از غرب گرم شده دم 180 درجه به مدت تقریبی 25 دقیقه بپز.